خلیل الله آدم به سرش سایه پیغمبر اسلام و جمیع ملک آب و یسارش ملک آب و مطیعش ملک نار و مریدش ملک با زنم از جگر سوخت پیار که ای قلب و صدا از طرف خلق خدا که ای قلب و صدا از طرف خلق و خدا بده که یک لحظه بگیریم و ببریم و بکوبیم و بسوزیم سر جان و سر قوم جفا حسین جان دینوار حسین جان کربلا حسین جان کربلا حسین جان مینوار حسین جان حسین جان مینوار پاسخ از آن گلاب خشک و از آن پنجره سوخته آمد که علاقه همه عالم علاقه همه عالم هستی ملک و جن و بشر ای همه ملک و جن و بشر ای همه پیغامبران بر سر تسلیم بمانیم به ذات احد خالق دارا به پیغمبر مختار به پیشانی امین علی حیدر کرار به قرآن و به قدر و شرف عشقت اطهار به خون دل انصار به ایمان علی اکبر و لبخند علی اصغر و چشم و سر و دست و جگر تشنه عباس علمدار جون این سینه آشانی بکنم میشم یا رسول جلال خدا مبادا که کسی پرده شود بین من و یار که از صبح ازل بوده چنین از من و حسرت دارا که سازم سر و جان را سپر تیر شررها و به هر قطب تنم زن روی سر رسد از لبه تیم و سر دیره این قوم ستمها و تنم چون ورق پاره قرآن ز تو ملحد شود پاره دگر بار و سرم بر سر ایران سپارم سوی دلدار برد خصم ستمگر سر و سامان مرا بر سر بابا و دلانها کنم بر سر شکر خدا را حسین جان کربلا حسین جان حسین جان حسین جان مینوار حسین جان مینوار حق از آن گفتگو اشهر ابزار به دارا و جوان عرصه پیکار به آن لشکر انکار که از قوم ستمکار منم حجت دادار منم آنکه به هر عضو تنم بوسه زده احمد مختار منم هم حسینی که میگو پیامبر خدا حسینم ابنی انم حسینی تمام سر و صورت و قلبم و قلب بوسه میگم به هر عضو تنم بوسه زده احمد مختار اگر اهل نمازی بدانید که ما روح نمازی اگر اهل دعایی بدانید که ما جان دعایی اگر عبد خدایی بدانید که ما وصف خدایی خدا را به چه تقدیر ستایی دو کشتید به دستم به ره کینه و تدبیر همه دیده و شمشیر نمودید رخم را هدف سنگ و دلم را هدف تیر
چه روزانه که با ختم رسل یک سر پیوند گسستی و چنین عهد شکستی همین آب که بر رحم و طیور به همه خلق مقامت به روی پسر فاطمه بستی حسین جان کربلا حسین جان در این ما که ممنوع دکالم چه روزانه خونه من مظلوم حلال است چرا خیل جوانان مرا یک سر کشید و به چشمانه من رحم نکردی زنی در سر بیداد روم علی اختر وزیر جبار حسین جان کربلا منم آنچه به هر مستکنم دوست زده احمد مختار اگر اهل نمازی بدانی که ما روح نمازی اگر اهل دعایی بدانی که ما جان دعایی اگر اهل خدایی بدانی که ما وجه خدایی خدا را به چه هستی بدانید و کشتی به قدم به ره دینه و هستی همه نیزه و شمشیر نمودید و غم را هدف سنگ و دلم را هدف تیر چه بوداده که با ختم رسل یک سر پیوند گسستید و چنین عهد شکستید همین آب که بر بحر و طیور و به همه خلق مبارک به روی پسر فاطمه بستید حسین جان کربلا حسین جان که در پاسخ ریحانه پیغمبر اسلام زبان را به ره کینه گشودند به دشمن که یک باره همان مظهر عشق ازلی بارز شمشیر علی کهره کشیدند جگر و تیر کشیدند کمر و سر و جان سپر و ریش به هم بحر و بر و چرخ چنان حمله بر آن نوع که در خاطره ها گشت عیان خندق و بدر و احد و خیبر و احزاب که دیدند که یک فرد دیدند که یک فرد دیدند که یک فرد نزدش میکن افتاد و خداوش به جگر مانده کند حمله به یک لشکر و لشکر بگریزند به صحرا و بیابان و در و درد و کوه و کمر از خندر خشمش علق الموت گرفته به کفنگش تحیر و حسین است و یا کرده خدا حمله بری قوم ستمگاه زهی تیر و زهی دست و زهی حسن و زهی غیرت و ایثار که یک قوم سپه در کف یک فرد شده دست گرفتار بیایید و ببینید حسین است به تیرش مدنی تازد و از خشم جوانی و شراب دم شمشیر و فریاد خروشنده تشبیه به هم ریخت اوضاع زمین و سما را حسین جان جان زینها حسین جان حسین جان بیرون میخواه خداوند نمیتون به یک حمله حجت دادان نمیمان به جا فکرن از آن لشکر خونخواد به تصمیم خدا با روی ایمان بیکار که آن قوم ستمکار به او حمله نمودند به شمشیر شررها یکی دست جوین سنگ و یکی بردگر سیزه بود یکی دست جوین سنگ و یکی بردگر سیزه یکی بردگر
یکی بردنش پیر و یکی برق برادر شدم از دستشی فلک آتش توفنده جلو سر برد روح ملک بال و برد تمام ملائک می‌دیدم گریه می‌کردن زمین آسمان را می‌گذرد ملک باب و برد قدر بیر به سرخواب جریب و قضا چون دگر خانه نولای شد از بنده زمشار و مسئولا همه فریاد کشیدند و به سنجاب دریدند همه فریاد کشیدند و به سنجام دریدند و به زندان اجازه هست گزیدند و ندا از طرف خالق دادا شنیدند که ای عالم ایجاد همه حق خدا نزد زمین شد به یک بار همه آسمان زمین افتاد همه حق خدا رفت زمین شد در پیغمبر و زهرا و علی پاک سلامت که شد از عرصه زینت و زمین شمس مبارک به خدا وقت خدا در یم خون کرد اقامت همه زهرا پر از گل و زنم همه تو برقرار سنگ یکی نیزه برو کرده به قلب جری دامن خود کرده پر از سنگ تمام دست برودن جلو اوزان نمک بسته برودن نگذارید که زهرا برود جانب گودار ملائک نگذارید که زهرا برود جانب گودار حسین زد چون تسمه بیمار تسمه خود رو نگار شیر مبارک زمین کله عالم همش کامل بارک شده چشمه خورشید پر از دود و در آن بانی خون گل شده یک مرکب بی صاحب و فریاد برسیده به بالای بلندی نشست در آن روز و در آن حال ترکیز رود شدن سوی گودار زده دامن خود برد و در شب روز همده روز سوی روز بردر موسین کلام آمده اصلا و جبریل امین و حسن و حیدر کلام و جبریل امین و حسن و حیدر کلام بیایید و بسوزید و بنالید و برید که با سجده درد سمت جد رای دیده برآمیده که الله بگوش از اثر بوده پیغمبر با سجده درد سمت رای بران دیده الله بگوش از اثر بوده پیغمبر علا خیل ملک سوز رسولی که نظر برسانی که خنجر بگم شند ستمگر استثانی خدا یاده شده زن بدن جانب گودار که سرمانه ای بای حسین بای حسین بای حسین بای خدا خون زده پنبال ازم خندن ستبار مباشه به سر دست گرفتن سری را که تبلیغ سر پیغمبر خدا خون زده پنبال ازم
گرفتن بار مواجه سر دست گرفتن سری را که قدیم دست پیغمبر خونش نگردن همدل و رویش به روی مادر و عزت به توی خواهر مگر بیگردان داره در و دیدن در نزد شمس دیدن زده بیدار کربلا میکنه ازایی که برادره قرآن بخوان برمه ای رأس نورانی قرآن بخوان برنه سالم کنم تفسیر قرآن بخوان برنه